امروز فرزند مسلمان یا جوان مسلمان نسبت به یک بچه فیلم شاید معلومات خوبی داشته باشه، نسبت به یک ورزشکار معلومات خوبی داشته باشه، نسبت بالآخر به یک کسی که در دنیا به نوعی از انواع خود را مطرح ساخته شاید معلومات خوبی داشته باشه. اما از او پرسان کنیم که پیامبر اسلام کی بودن، چی کردن، دوران مکی چگونه بود، دوران مدنی چگونه بود، فرق دوران مکی و دوران مدنی چی هست، قبل از اسلام چی وضعیتی بود. جوان مسلمان میبینیم در این عرصه سکوت میمانه. پس باید پیامبر نازنین را بشناسیم. هر قدر که ما یک شیء معرفت پیدا کنیم محبت ما به او زیاد میشه. چرا همه مردم پولر زیاد دوست دارن؟ کسی نیست که بگه من پولر دوست ندارم. چرا؟ به خاطر که همه شناختیم که خیلی از مشکلات توسط پول حل میشه و این باور رسیدیم که مشکلات زیادی توسط پول حل میشه. همه دوست دارن. این را چون فهمیدیم، وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بشناسیم میدانیم که شناخت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بالاتر از همه چیز هست. از زین العابدین که میفرمایند ما به فرزندان خود مثل که سور قرآن را یاد میدادیم که حفظ بکنن، سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را چنین یاد میدادیم که اونها حفظ کنند. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله یه مثال قشنگی داره. از شاگردش پرسید، گفت شاگرد عزیزم، گفت بله. گفت اگر در یک بیابانی بری چند تا سگ از یک گله جدا بشه به سمت تو حمله بکنه چه میکنی؟ گفت میزنمشون. گفت چطور میزنی؟ گفت چوب بر میدارم، گونا 7-8-10 تاست. گفت اینو میزنم تا اون بخواد حمله کنه، اونو میزنم تا اون بخواد حمله کنه، اینو میزنمشون، بالاخره نمیذارم. گفت پسرم اشتباه میکنی. چرا؟ چون اولا که معلوم نیست موفق بشی یا نشی، چون یکی رو بزنی 10 تا دیگه حمله میکنه. ثانیا گیرم موفق بشی خیلی باید هزینه و انرژی باید صرف کنی. گفت چه کار کنم؟ گفت بهترین راه اینه که چوپان را صدا بکنی که ای چوپان، ای چوپان، من ضعیفم، من نادارم، من ناچارم، این سگهای خودتو از من دور کن. چوپانم میگه بیا پیش خودم. ابن قیم جوزی به شاگردش گفت عزیز من، امروز سگهای زیادی برای دریدن ایمان من و شما حمله میکنه. هر چقدر تلاش کنی که اینو افریت جن رو، شیاطین رو، انس رو، نفس رو، دنیا رو، هوا رو، هوس رو، همه رو یکی از بین ببری، یکی دیگه حمله میکنه. تنها راه اینه چی؟ جز به خلوتگاه حق آرام نیست، الله رو فرا بخوانی که ای الله، من ضعیفم، من ناتوانم، جلوی این سگها رو خودت بگیر، جلوی این اهریمنها رو خودت بگیر، این دیوهای جنی و انسی رو خودت کنترل کن، وگرنه از توان و قدرت من خارج. این تنها راهه. ففروا الی الله، ففروا الی الله. نمیگه بیایید به سمت الله، باید فرار کنید. گرچه رخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسف وار میباید. باید فرار کرد عزیزان، باید دوید برای نجات از مشکلات، و الا ما تو این وادی گیر میکنیم دیگه، نمیتونیم، واقعا مشکلات ما رو از پای در میاره.